پینار زود به تاکسی سوار شو. چی؟ تو به فرودگاه سویا گونچن رو، من باشم به فرودگاه اتاتورک میروم. نه، من به این اجازت نمیدهم. برای پسرتون هر چی توانستید کردید. اکنون اجازه دید ما برای برادرمان بکنیم. پدر چی گفتن میخواهید؟ این نسخه حجت را برای تو آوردم. لازم می شود. چرا به من لازم شده است؟ این همه حسابات کهنه کیها حل شدگی. من از سری نو آغاز میکنم. یوسف پدر علی را تهمت کرده حبس کردی. نسخه اصلیش را به وزارت معارف روان میکنم. این نسخهش در دستت است. به تو لازم می شود. باز به ادوکات هم احتیاج پیدا میکنی. این کار را نمی کنند. پسرشان را دیده و دانسته نمی سوزانند. دخترم به من یاری ده. بابا باید فهماند. پدر باور کنید نمیدونم چی گویم، نمیدونم چی کار کنم. نه نگذار که پدرت محو شود. بابا باید فهماند. آخر چرا شما در وقتش یک عائله بیگناه رو محو کردنیستید؟ چرا سبب ویران شدی یک عائله بینوا و یتیم ماندنی کودکانی خود شدید پدر؟ به شما گفته بودم به تکین بر وقت باید میفهمونید. اکنون او رو چه خیل میابید؟ کی میداند او در کجاست؟ پینار حالا وقت این گپ ها نیست، میفهمی؟ چرا مرا گوش نکردید اکا؟ همه وقت همه کار رو مکمل کرده نمیشود آخر. کسی مثل شما اینقدر با دقت نیست. لطفاً من هم تو بر این آواره سرگردانم. استاد جمال اینجا چیکار میکنید؟ یک زیارتی خورد. چی گپ شد؟ چی کار کردید؟ تکین رفتم اکی جمال، او رو از دست دادیم. چی خیل از دست دادید؟ افسوس ما دیر کردیم. وقتی که رسیدیم او الکی سوار شده بود. ای خدا، با من یکون خدمت است؟ نه امکی جمال، اکنون بغیر از به درس در آمدن دیگر چاره ای نیست. هر درد رو داغیست پسرم. روی آب بر آمدن حقیقت نزدیک شد، بسیار نزدیک. خدایا آیا شاده مونده بودم؟ جز دانم حجت نیست. دزدیدند. حالو هم تلفنش خاموش. باید سوار شده باشد. پسرم این منم خانم خندان. تکین حالو هم زنگ نزده است. شاید به هواپیما سوار شده باشد. یاسین بسیار خواطر شده ام. ممکن هواپیمای ما دیر پرواز کرده است. باز چی؟ دیشب به آفیس دوز در آمده است. ممکن تکین برای همین زنگ نزده است. نفهمیدم. چی خیلی آخر؟ معلوماتی با خواهرش خانم خندان. اگر حجت به دست اون افتاده باشد تکین را حتما از راهش باز میگردانند. اگر اینا گرد چشمت مال خوب میشود. این برای چشم. خاموش. شنید. استاد کار برای چیست؟ با جنگ میرویم. مشق سخنوری میگذرانیم. استاد چه سخنوری؟ شما نگفتید کو؟ گفتنم شر نه. از نامش معلوم سخنوری یعنی سخن میکنیم. استاد مخصوص سخن کنیم چی؟ مایلش کنی به تخته برو. انا مردی. استاد از جایم گویم چی؟ پایهایم معیوب. بیا من با تو یاری میدهم. آنها رو مگیر موافقی است.
استاد در دستتون چیست؟ چیزی سفید؟ کفن آخر مبادا دیگه کف نشوی. کانی بیو امره. این لباس قدیمه نانی را به تو پوشانم. کارد رو دار. وقتی که به ما میفهمونی در یادت میایستد. خدایا پشت و پناه هم شو مرا نجات ده. بله اکنون به ما فهمون. سقراط در فلسفه چی مقام دارد؟ سقراط خودش کیست؟ استاد سقراط بسیار بسیار فیلسوفی مشهور است. اونقدر مشهور است که بعد مردنش حتی ما نامش رو اینجا به زبان میاریم. یعنی تا این درجه آدم مشهور بوده است. یعنی باز باوری دارم که صورتگیری را تماما دوست نمی داشته است. برای اون که تنها هیکلش مونده است. با خدا قسم که یگان دونه صورت ندارده. این را بینم. باز این سقراطی ما شب نشینی ها را دوست نمی داشته است. چون که در موسیقی بلند فکر کرده نمی توانسته است. پدر سقراط هم متفکر بوده است. حتی پیش از سقراط به دنیا آمدن اونقدر دور و دراز فکر کرده است که بعد گفته است از یگان آدم دانا پرسیم. شبخوار لیکن این گپ ها رو بار اول میشنوم. البته اینها در تاریخ نیستند. من اینها رو میگویم. بعد آنها رفته از یک کس مصلحت پرسیدند. حتی رفته با اکشمس‌الدین مشورت کردند. چیکار کنیم؟ چی مصلحت میدید؟ گفته است که شما هیچ کار نکنید. من یک پسر رو تربیه میکنم که نامش فاتح سلطان محمد. البته اون وقت سلطان نبود. بعد گفته است که همین پسر به دنیا بسنده است. با شما سقراط مقراط تربیه نکنید. اما اونها گفتند که نه سقراط تولد می شود. لیکن خوب شد. خدا بالای سرمون حق بنده رو نخوره. اگر سقراط نمیشد من اینجا راست نمی ایستادم. به این هم حیف. او رو به کشتن محکوم کردند. به فکرم بسیار زیق شدم. خدا رحمت کند. خوب امره. شین 85 گرفتی. 85 معلمی خوب بوده. انا دیدی باز مرا گفت میگفتی. کنی گوید بچه ها. با فکر شما سقراط چی گناه داشت؟ بسیار گپ میزد استاد. راست گفتی حسن. درست. بیا. و این سخنان میگفت که با آدمان آن دوره خوش نمی اومد. چی میگفت مثلا؟ مخصوصا جوانان را آگاه میکرد که اسیر نفس خود نشوند. این سخنان با اشرافزادگان آن دوره پسند نمی اومد و از این سبب او را حکم قتل دادند. اما استاد سحری روز مردن کشتن شما را مثلا مردن ناراحت میکند. مثلا سقراط را ناراحت نمیکرد. از مردن نترسیده سخنان حق میگفت. اگر من هم مثل او پیر میبودم یعنی یک پایم در گور میشد من هم گپ میزدم. بینید و قهرمان مرده است. ما باشیم تو حال ماجراهای او را میخونیم. بین هم یک پای تو در گور است. این طور باشد شما از مردن نه از پیر شدن میترسیدن؟ از پیر شوی پناه دهد. من تماما پیر شدن نمیخواهم. بچه ها در اصل اگر ما درک کرده توانیم تمام دوره حیات خوبی دارد. استاد همین پیری چی خوبی دارد آخر؟ یک دو بیت میخونم و اون رو تحلیل میکنیم. جوانی رفت آمد دوران پیری، ربود از من بازوی و توانی. بگویم شکر آن یزدان پاکی که داد بر من این نور الهی. بینید
шахсоне ҳастанд ки пириро нур мегӯянд. устод, чаро нур будааст? охир дасту по қувва надорад он вақт. дарахти мевадор дар тирамоҳ баргҳояш мерезад. гӯё пир шуда мемирад. аммо дар баҳори оянда нури офтобро дида такроран сабз мешавад. аз ин сабаб пирӣ равшании охири нақбро дидан аст. воҳ, фалсафаро бин. як дақиқа, яъне акнун пажмурда шуда намемирад? чаро? дарахти мевадор агар мева надиҳад мемирад. агар мева диҳад боз баҳори оянда месабзад. устод, ман пирӣ, нур, пур намехоҳам. лекин хоҳед нахоҳед пир мешавед. вақтро манъ карда намешавад. пир шудан? ман намехоҳам. устод, охир ман гуфтам ку. рост мегӯяд. Пир шуданамро тамоман тасаввур намекунам. духтар, кремҳои зидди пиршавӣ ҳаст. майлаш бачаҳо, ин масъаларо бо сухан не, бо аёният ҳал мекунем. боре ба хонаи пирон рафтаед? не, ман ягон бор нарафтам. устод, инаш боз чӣ? не, маълум ки касе нарафтааст. ин тавр бошад ба шумо вазифа ҳамин ки ба ягон хонаи пирон рафта бо онҳо суҳбат мекунед. меҳрубони худро дариғ надоред. нақлу ҳикояи онҳоро гӯш карда аз нуқтаи назари худ баҳо дода рӯи коғаз меоред. иҷозати даркориро ман худам мегирам. куҷо мегардед хонум наҷмия? як қаҳваро як соат меёред. охир дастам намерасад ҷаноби мудир. ҳам тозагӣ, ҳам қаҳваю чой дасту по хӯрда мешавам. мебахшед. монед ин сафсатаро. кору боратон фақат лақидан. танбалед. 50 одам ёфт мешавад ки кори шуморо 10 баробар бешикоят мекунад. шояд ҳаминаш ба хайр аст. шояд ҳаминаш беҳтар будагист. ба ӯ гуфта будам, агар текинро аз даст диҳем, дигар ӯро пайдо карда наметавонем. дигар то охири умр додарамонро ёфта наметавонем. боварӣ дорам ки устод Али мисли ту ғамгин аст. ӯ ҳам намехост ки кор ин тав шавад. ғайр аз ин ту аз куҷо медонӣ ки ӯро гум кардед? пинор. марҳамат муаллимаҷон. марҳамат духтарам. хонум наҷмия, лабайд. шумо гирья доред? не ҷонам, чаро гирья кунам? биёед, кани ҳамроҳи ман биёед. майлаш. рафтем. кани гап занед, шуморо ки ранҷонд? ба ҳама ҷо медавам. ин корро мекунам, он корро мекунам, аммо дастам намерасад. охир ҳам тозагӣ, ҳам чой дам кардан дар кор. чӣ шуд? падарам ягон гап гуфтанд? маро ранҷонданд, сахт гап заданд. муаллимаҷон, бубахшед, ҷаноби Али ҳамин ҷост. ҳозир дарс доранд. тинҷӣ аст? дар кадом синф бошанд медонед? 12 бе. ташаккур. зиқ нашавед апай наҷмия. ман бо падарам гап мезанам, барои шумо як ёрдамчӣ мегирем. майлаш? акнун кани оби чашматонро тоза кунед. майлаш муаллимаҷон. ман рафта аз пайи корам шавам. ташаккур ба шумо муаллимаҷон. احمد حمدی تنپینار در دانشگاه ساعت‌سازکنی؟ پسرم در کجاست؟ چه خیلی در کجاست؟ مرا فریب نده. تلفنش خاموش، هواپیما به شویتزاریا رسید. حالا هم زنگ نزده است. معلوم که او را فریب دادید. در کجا پنهان کرده او را؟ از هیچ چیز خبر ندارم. حالا درس میدیم. اگر اجازه دید در تنفس. با من بازی نکن استاد علی.
پسرم رو شما فریب دادید. در کجای او رو پنهان کردید؟ او رو از من گرفتن میخواهید. پسرم رو در کجا پنهان کردید؟ حالا وقتی درس است میفهمید. در نزد شاگردانم حق ندارید با من خیلی گپ زنید. اکنون از شما خواهش میکنم لطفاً از صنف برایید. استاد علی چی واقعه؟ گریبانتان رو اینطور با آسانی سر نمیدیم. آن حجتی بالای میز بوده. چی حجت است؟ آن حجت را دیشب از آفیسم دزدیدند. چی؟ معلوم که این کار رو با پلیس حل میکنیم. استاد این کار جدی است. باید فهمانید که این حجت را از کجا گرفتید. برای ما خدمت زیادی کرده اید. برای ما از نمیتوانستید به شما هدیه خوب داد. یک دقیقه بیست. من نگرفتم. اینطور باشد گویید که این حجت چگونه به دست شما افتید؟ یک کس آورد. کی؟ گفتن نمیتوانم. اکا التماس استاد علی شما باید گویید وضعیت جدی است. همینقدر گفتم میتوانم که من حجت را از حجره شما نگرفتم. جناب پلیس، استاد علی یکی از استادان بهترین مکتبمون به شمار می روند. من به همه سخنان استاد همچون مدیر همین مکتب کفیل هستم. من نمیخواهم این کار به بالا رود، اما خودتون این رو میخواهید. جناب یاسین مجبور میشوند این واقعه رو به پروکراتور عرض کنند. یا اینکه گویید تکین را کجا پنهان کردید، پسرم را برگردانید و ما به هیچ کجا شکایت نمیکنیم. خبر ندارم میگویم. چرا نمیفهمید؟ دروغ میگویی. پسرم تکین زنگ میزنم. اکا است. ببخشید اوچا دیر زنگ زدم. کجا بودی پسرم؟ قریب بود که میمردم آخر. خوبای بطری تلفنم تمام شده بود. خیلی گفتم بعد یفتم. حاضر باشد در شویساری هستم. کمتر بعد با مکتب میروم من. اوه پسرم قریب بود دیوانه میشدم. گوش کن جانم، به مکتب رفتی حتما به من زنگ زن. خوب دیگر اینطور نکن، من رو بخبر نگذار. اوچا التماس بس کنید یگون کس شنود. ارکای اوچاش بود است میگوید. البته ارکای اوچا هستی. گوش کن، من نزدیکی مدرسه میروم، کارهایم رو تخت کنم. مرا گوش کن، تماما با آدمان ناشناس گپ نزن. مایلش پسرم. خیر اوچا خواطر نشوید. مایلش پسرم، خودت رو احتیاط کن. مایلش اوچا خواطر نشوید گفتم کو. خدا رو شکر. انشالله بخیر باشد. حال تکین خوب است؟ خوب بودن و نبودنش کمی به شما وابسته. چقدر از او دور باشید همان قدر او خوب می شود. گوش کنید، چرا نادرست میفهمید؟ التماس لطفاً. چرا با من یوری میدی؟ یگان چیز رو میدونی سگیستم. در خودت رو نعمت بشمار. فهمیدم. اکنون چیکار بکنیم؟ از کجا دانم؟ چی کاری که خواهی همان رو میکنیم. این طور باشد پدرم رو میابیم. چی طور میابیم؟ انیق نمیدونم. به سرم تنها یک منظره کنه هست. باز یک نام به خاطرم هست. فرید. Papa to hit, mama hit. پسرکم آی نبی
جانکم شیرینکم تشکری زیاد جناب فرید ما را آنقدر خرسند کردید که همش خوب می شود جانکم نمیبینی پسرم تو را دوست می‌دارم. نمیخواهم نظمونه نغز این طور باشد رفتیم. گوش کن مجبور نیستی که با من بیایی. رفتیم آخر رفتیم. آیسته تشکر دخترم. اگر من با دخونو خوره جغ زنید اومده شما رو میبرم اماک فرید. تو برای من خاطر نشم. خاطره های دارم که این قلبی مرا همه وقت گرم نگاه می‌دارد. رویزان کب کبوت شد. کبوت هم رنگ است برادر. من استاد علی رو اینقدر در غضب هیچگاه ندیده بودم. این هم کم بود برای او. راست اگر من نشدم به خدا از موی سرش گرفته میپرداختم. آمده در سین واهمه میکرده است. اما با فکر من زنی جسور و ناترس بوده است. ای تو باز از فیلسوفی به پسیخولوژیا گذشتی. مرا نفهمیده. من گفتنیم که از روی حساب متماتیکی ریالی آرزش به زنی جسور و ناترس مانند بود. او همین جاها متماتیکا رو جوی کردی؟ دیدی؟ دیگر تو رو چی گویم؟ گو برین میخونی. آها باز با مادری او گیجرش داشتیم ها؟ دمت رو گیر با آنکور خاتیمه دادیم. دادم دست کشیدم. تو گونه از همه چیز بخبری. ما خبر ندادیم. کنی گوی چرا دست کشیدن؟ آنکوری تو چی؟ اوف خدای توبه چرا زن مردم یک دقیقه خاموش ایستاده نمیتواند؟ ماند این خبر بری رو وظیفه خانگی رو فکر کنید. در قصهش نیستم با من در کار نی. او چی شد؟ اینش هم یک ارتیست. عجبا یگان پیری مشهور رو میدیده باشیم. باز چی میخواهی؟ میدیدیم خوب نمیشد. احوالی مرا دیده معلمای ملیک بسیار زیق شد. اما این را گویم که جناب مدیر چقدر گنده باشد دخترشان همون قدر خوب هستند. برایتان یگان یاردمچی میارم میگویی؟ نورند هم از دستش آمده رو میکند دخترم ملیک. ای البته میخواهم که مانده نشوی اما که آمدنش معلوم نی. هم دیگر رو میفهمید نمیفهمید. اوه خدا آخر من به شوهر نمیبرایم کو تنها برای کار او رو میگیرند. هم دیگر فهمی اینجا مهم نیست. راست میگوی درکه شوهر نمیکنی گوی. من هم گپ زدم. شما باز همون گپایتونه. با شما باور نمیکنم پدر. فقط برای آن که بابایم شما رو تاکید کردن طرف استاد علی رو گرفتید. لیکن باور کنید که با این کارتون گناهی کردهتون رو روپوش کردن نمیتوانید. کمتر سیاستمدار شدن به کسی ضرر نمیارد. این اولین قانون صنعت اداره کنی است. نمیدونم به شما چی گویم. هیچ چیز نگوی. بس همه این بلا را تو به سرم آوردی. حجت یوسف را تو از خزینه یافته برآوردی. اینش کم بود که باز رفته به بابایت دادی. اکنون مرا درس اخلاق می آموزی. بس بودگیست. این سهر شما رو رنجاندم اکا. مرا ببخشید. تا به هممون خیره بود زیق نشو. انشالله دیر یا زود به مقصدمون میرسیم. صبر میکنیم پینار دادرمون رو حتما میابیم. شاید روز پدرمون رو هم یابیم. باوری ندارم. حتی مزار ندارند.
اقلا زنده یا مرده بودنشان رو نمیدونیم. روزی می شود که این رو هم میفهمیم. زخم نشو خواهر جان. با تکین زنگ زنیم. اکا التموس زنگ زنیم. مبارک شود اکا یوسف. تشکر پسرم. شکر خدا که به این روزها رسیده. یگان کس به پیشوازتان نمی آید یا اینکه دیر مانده باشند؟ نه، تنها آمده بدم، تنها می روم. اکنون چی کار میکنید؟ اول بیگناه بودنم را اثبات میکنم. خدا نشان ندهد بعد اینقدر سال باز سرتان را در بلا نمانید. اثبات میکنم که سالها اینجا بیگناه نشسته بودم و بعد فرزندانم را میابم. علیم را، گلشاهم را، انسم را. خیر راهتان سفید. سالها باز از فرزندانتان دور بودید. این به گفتن آسان است. خدا شاهد است. از آنها تماما دور نبودم. چه؟ هر شب آنها را می دیدم. رویشان را می پوشاندم. با یک امید، با یک صمیمیت، با یک قطره آبی چشم. سراغه منزل زیستشان را می دانید؟ پسرم در مکتب پیش کار می کردگیم معلم شده است. اگر او را یابم شاید انس و گلشاه را هم یابم. برادر چه عذاب میکشید؟ فکر کنید آنها شما را میدانند میشناسند؟ نمیدانم آنها مرا میشناسند یا نه، اما من آنها را میشناسم. خداحافظ. خداحافظ. بین فرید چنگیز گفتنی شخص رو یافتم، اما ما نسب آن حریف رو نمیدونیم. چی خیلی میفهمیم؟ حریف نگوی. کسی نباشد پدر من است. پدرت که باشد چرا تو رو پرتافت؟ ای توبه توبه. دوام ده چیزی که خواهی گوی. میگویم از تو میترسم. کنی گوی؟ با خود حاضر یگون موشت میخوری. زدنت رو دیدم من. گوش کن مرا دیوانه نکن. اینجا جای جمع کنی نیست. روی در دیگر جای جمع کنی. شو کنی برای زودتر. انا بر اومدیم. یا هفته جای جمع بر اومده مخیر. برای دستت رو گیر دارم بر اومدیم. انا گیر. من خوشت کردم. من چی کار کردم؟ همه شای تو. نه با تو یگان کار کردن نمیشود. من خودم چاره‌اش رو مییابم. گوش کن یک سراغه داریم. رفته دیدن در کار. خیر رفتیم بینیم مخیر. دردی سر. استاد علی بردار آخر تو رو نمیبیند که. تو گپ زدن گیر من یک گپ گیرم. لبای استاد. تکین حالت خوب است. از مادرت فهمیدیم که صحت سلامت به شویتزر رسیده ای. خوب هستم رسیدم. تکین برای آن به تو زنگ زدم که به تو گپ دارم. سحر به فرودگاه آمده بودیم اما تو را دریافت نکردیم چون که هواپیما الک در پرواز بود. چرا به فرودگاه آمدید؟ من به تو درباره یک حجت گفته بودم کو آن را یافتم تکین. یعنی باید با هم گپ زنیم. استاد اگر چیزی گفتن خواهید حاضر گویید. تکین تو به ما میفهمی؟ خیر بیا رفتیم. خاموش. تکین نزد برخست. نه استاد. خیر استاد من رفتم. خیر تکین یک دقیقه. تکین اکا چی گپ شد؟ تلفنش را خاموش کرد. چی گپ شد اکا؟ با من میگوید یا نه؟ تکین در شویتزر نیست پینار اینجاست. آواز برق رو شنیدم. باز آواز از آن هم به گوشم رسید. اکنون چی کار میکنیم؟ باید بچه ها یکون چیز رو دانند. دیوانه تو قریب همه چیز رو برباد میدادی. باز چی گپ شد؟ چی کار کردم؟ آوازت رو استاد علی فهمیدند. نه از کجا میفهمند؟ کسی با تو کار کنه شرمنده میشود. گویا من با تو بودن رو غنیمت میشمارم. گیر سراغت رو چی کاری میکنی کردن گیر. برق تا بام خیلی یک روی نکن. رفتیم با من. اوزر پرسین تر باشد.
چی؟ از تو؟ البته از من. هرگز. خداحافظ اینطور باشد برای کار. مایلش شد. ما را ببخش. چه؟ نفهمیدم. ببخش ما را گفتم. فهمیدی اکنون؟ آب؟ تشکر. فکر من گپ معلم رو ناز نفهمیدی. مرحمت شنید بچه ها، سوالی که حاضر از شما میپرسم در حقیقت بسیار مهم است و اگر شما چیزی دانید خواهش میکنم گپ زنید. کی میداند برق حالا در کجاست؟ استاد نمیدونیم. ما در حقیقت نمیدونیم. بچه ها التماس. استاد اگر میدونستیم با خدا میگفتیم. یگون گپ شده است. و فکر ما تکین با برق یک جایه اند. نه استاد، تکین در شویسریا کو؟ تکین در شویسریا نیست، اینجاست. چرا آنها رو میجوید استاد؟ بچه ها، در حقیقت این برای من بسیار مهم است. کاری حجت چی می شود؟ حالا هیچ چیزی شود نشود. استاد علی و خانم پینو رو ضرر دادن نمیخواهم. البته اگر پسرم رو از دستم نگیرن. اما خانم خندان هیچ چیز نمیکنیم جنابی حسین. در کار شود همه مصرفی آفیستون رو من خودم به عهده میگیرم. یوسف این کار را نکن. من تا امروز با ننگ و ناموسم زندگی کردم. من بعد هم همین خیل زندگی خواهم کرد. یوسف نقص فکر کن. فرزند داری، عائله داری. راست میگویی، اما در بالای سرم خدا دارم. این را از یادت نبرار. فرزندانم مرحمتم شد. کی در کار؟ من. سلام جناب جمیل. اوه خوش آمدید. مرحمت. کاکتوس یابایی است؟ بله. شما کاکتوس رو میشناسید؟ بله، یک وقت نگاه میکردم. رستنی جفاکار است. با یک شعله آفتاب کلان شده میرود. آب هم نمیخواهد. تنها وقت میخواهد، صبر میخواهد. اگر او را نگاه و بین و دوست دارد زیاد شدن میگیرد. من هم وقت زیاد داشتم. راست میگویید. شما پدر یگان شاگردی ما هستید؟ نه، من پیش در همین مکتب کار میکردم، همچون پاسبان. همین شمایید پاسبانی نو. میترسیدم که مبادا یگان آدمیشون قدم نهاید. والله بسیار خوب شد. مرحمت کنید، یک جای میرویم. با فکرم در شعبه کادرها خانم ملک بودن. من شما رو نزد اون کس میبرم. بفرمایید لطفا. موفقیت استاد. تشکر. کاکتوس رو دوست می‌داشتید؟ آنها در جستجوی چیزی هستند. با فکرم چیزی را میکوبند. اگر برق را یابیم تکین را هم میابیم. خانم خندان این را میدانسته باشند. اگر نداند به نزدیکی خواهد فهمید. عجب بود، دیشب برق برای همین آمده بود. برق آمد؟ حجت را او آورد. پس چرا نگفتید استاد؟ آخر شما را روی روز به دزدی متهم کردند. گفته نمیتوانستم. این دفعه برایش بسیار وزنین میشد، چون که برق نو از پلیس خلاص شده بود. باز نمیدونم که اصلی واقعیت چیست. اکا حوزش چکار میکنیم؟
ما به ایستگاه تاکسی ها می رویم. شاید که به کجا بردن تکین را به ما گویند. تو اینجا باش. برق شاید بیاید یا زنگ زند. مایلش. اینجا استاد علی کار میکنند. او را میشناسید؟ یک چند بار صحبت کردیم. اینجا باشند؟ نمیدونم. سحر اینجا بودن لیکن خوب هستید؟ بله خوبم. ببخشید معلمه. مرا ببخشید، دقت ندادم. حالت خوب است بنا؟ خوبم، مهم نی. معلمه من از شما می اومدم. این کس به کار شروع میکردند. پاسبان بیناها. پاسبان بیناها گفتید؟ اصلا این طور نیست. خطا فهمیدن. من استاد با اجازه شما. ها استاد علی رو میپرسیدید. قریب بود فراموش میکردم. استاد علی. بفرمایید چه خدمت کنم؟ من دیگر کس را در نظر داشتم. با فکرم اشتباه کردم. غیر از من اینجا دیگر کسی علی نام ندارد. شاید مکتب رو خطا فهمیده باشم. خیر خدا حافظ، من باید بروم. یک کاری تجلی دارم. اصلا به ما یک نفر لازم است. شما در اینجا کار کردن میخواهید؟ بله میخواهم. این طور باشد پگاه بیایید صحبت میکنیم. حاضر باشد کار دارم، ببخشید. خدا بخیر گرداند. نیتی ما چی بود و قسمتمون چی شد؟ تشکر. نام من عمر، معلم فلسفه هستم. نام من یوسف. نام پدری من هم یوسف می باشد. نام من پینور. مبارک شود کارینا. تشکر. استاد علی چی مشکلی داشته باشد؟ راستی گپ نفهمیدم. یعنی با تکین چی مشکلی؟ چی در داشته باشد؟ هیچ نفهمیدم. هر روز یک گپی نو می شود. کنی بینیم باز چی میشده باشد. پگاه به خانه پیران می رویم. لیکن شما بس نکردید همین گپی خانه پیران رو. وظیفه خانگی کو؟ چی کار کنیم؟ چرا تو اینقدر زید؟ حکایه‌اش دراز. дугунаҳо барои устод али бисёр ғамгин шудам, парешонҳол будам. تکین و برق رو چی کار میکرده باشند؟ агар ягон чизро медонистем барои ёфтани онҳо ёрӣ медодем. аслан ман як-ду чизро медонам. медонӣ? пас чаро нагуфтӣ? боварӣ надорам. боз намедонам фоидае мерасонад. беҳуда устод алиро умедвор кардан нахостам. خیر اینقدر وقت در کجا بودند؟ намедонам. аммо саҳар ба ман барқ занг зад. гуфт ки бо текин вомехӯрем дар қаҳвахонаи маноқша. ба фикрам рафта бинем худ мешавад. агар онҳоро ёбем устод али хурсанд мешавад. рафтем. об рӯямон дар замин зад бародар. ҳола моро бин. چی؟ من گفتم که رفته پایت رو شکم. не барқ набошад ягон кор карда наметавонем. سراغه هم اینجا رفتیم. من نمیدونم رویم نرویم. ها آیا تو نگفتی که پدرم رو میابیم؟ آسان است مگر؟ تنها یک آدم رو نه، تمام حیات گذشتم رو میابم. استاد علی اوید یک حجت گپ زدن. اگر همون حجت دلیل باشد معلوم میشود که من باز یک اپا و یک برادر نیز دارم. یک دقیقه تو اون حجت ها رو ندیدی؟ مایلش راه گرد، به این هم مانده شدم. خوب تو پیش درو. این مرا پیش در آورده باز یگان کار نکنی تو مسخره باز. یک طرفیست من پیش می درویم. آفرین همین طور رفتیم. دیروز ماشینم ویران شد. عذاب کشیدم. خسته نباشید. تشکر برادر. ماشین لازم؟ نه من یک چیز پرسیدن میخواستم. سهر یک ماشین رو به کوچه بیلربی روان کرده بودید برای به فرودگاه بردن یک جوان. بله من بودم. تقریبا پسری 18 ساله طلبه است. بله برادر یگان جنایتکار بود.
راستی گپ شبهناک بود. اول با فرودگاه میرویم گفت، بعد باز گشته آمدیم. ما رو زود به آنجا برده میتوانید؟ البته برادر. اما همینجا بیا بینیم کنیم. اینجا نیستند. چند ساعت گذشت آخر؟ تنها برای اینترنت گم نشدند کو؟ این طور ما اونها رو یافته نمیتوانیم. یک دقیقه صبر کنید، حاضر من میپرسم. این خیلی جایها رو دوست نمیدارم. ایوا شوگین ای دخترها بیا چت کنیم. با پشت دستم یک تو میزنم بعد میبینی. میبخشی دیوونه. سلام. سلام. دو همسنفمان رو میکوبیم. یکی گندم رنگ، دیگری سفید. قدشون همین قدر اینجا آمده بودند. بله به فکرم آمده بودند. با کدام میز نشستند؟ رقم 9 ها انوای میز. بعدی اونها یکون کس اینجا رو استفاده برد؟ نه به فکرم. تشکر. نمی ارزد. چرا به شویتزاریا نرفته باشد؟ نمیدونم. با برق یک جایه است. انیق یگان بلا رو به سر میبرند. تماما نمیفهمم. برق با تکین در خوابم بینم هم باور نمیکنم. حیف تو بر این راننده. ببخشید، مرا ببخشید. حاجتی بخشش نه ملک. ناخوست شد. گویا راهی پدرش باشد. نه به چپ می‌نگرد نه به راست. اگر بعدی اونها کسی اینجا رو استفاده نبرده باشد، همه کارهایشون رو میبینیم. کنی بین. در اینجا فقط نام فرید است. این آدم کی باشد؟ نمیدونم، اما آخرین بار به همین نشانه در آمدند. فرید چینگیز در خانه بیپرستاران کار میکردند. اگر تکین رو یتیم حسابیم راست است. به فکر من به آنجا رفتند. خیلی چرا اینجا ایستاده ایم؟ رفتیم. انا همین جا او رو فراوردم برادر. تشکر امک. سلامت باشید. هیچ گپ نه. یک دقیقه صبر کنید. آنها دخترهای ما نیستند؟ به کجای سراسیمند؟ اینجا آمدنشون تصادف نیست. عجبا به کجا میرفته باشند؟ امکی راننده از پس همون تاکسی تعقیب کنید. فرید چینگیز فرید چینگیز فرید چینگیز فرید چینگیز فرید. ها یافتم. ها درست، او در قدم اینجا کار میکرده است. والا هم همینجا باشند. او رو دیده میتوانیم. سالها گذشته است پسرم. خدا شاید به نفقه برآمده است. خدا میداند والله چند سال است. اقلا رقم تلفن یا سراغ خانه‌اش نیستند؟ در ما خیران جایزیستش هست، اما نمیدونم تا حال همونجا زندگی میکرده باشد. بعد داده هم نمیتوانم، ممکن نیست. ها گفتگی بر این، چرا این آدم با شما میکوبید؟ آن کس که چوتاباری ما میشوند. او را یک کس دیدن میخواهد. سالها باز او را ندیده است. در دم مرگ است. برای دیدن او التماس باید او را یابیم. نگیرید، اما با کسی نگویید که از من گرفتید. مرا نباشد از کار خارج بکنند. تشکر زیاد. تشکر با شما. چی گپ است؟ هیچ چیز نه. از ماشین پلیس ترسیدی؟ یک چیز میگویم. چی؟
он ҳуҷҷате ки дар дасти устод али аст ку онро ман ёфтам. нафаҳмидам. аз дафтари кории як адвокат. аз дафтари кори ёсин чӣ хел ту гирифтӣ? ҳамин хел. шаб аз дафтари кориаш дуздидам. адвокати шумо айни замон адвокати мост. баъд ба устод алӣ бурда додам. яъне ту ҳуҷҷатро медонӣ? дарунашро дидӣ? ман надидам. танҳо дуздида ба устод алӣ додам. дуздиам кардӣ. беҳтарин. акнун ҳардуям онро меҷӯям. охир ҳамаи инро ман барои ту кардам. чаро хоҳиши ҳал кардани мушкилоти маро дорӣ? уф, мисли духтарҳо якдам хомӯш истода наметавонӣ. духтарҳоро нағз намебинӣ, ҳа? аммо аз қафои ҷерен хуб медавӣ, ҳа? байнатон чӣ ҳаст? рав аз ин ҷо. ғами худро фаромӯш кардӣ, боз маро масхара мекунӣ. оҳиста оҳиста якдигарро мешиносем, хуб не? чӣ хел хуб. рафтем. ин ҷо бисёр истодан мумкин нест. шуд. намефаҳмам чаро ба ин ҷо меомада бошанд. агар текинро ятим фикр кунем чаро омаданашон маълум? хайр, барқ чӣ мекунад? ман ҳам ҳаминашро нафаҳмидам. бин ҳам ту барқро тамоман намефаҳмӣ. жале. духтарҳо, устод, инҷо чӣ кор мекунед? мо каме сайру гашт кардем. духтарҳо, мо шуморо аз интернет-кафе то ин ҷо таъқиб кардем. ин ба сайру гаштт монанд не? устод, мо ба шумо барои ёфтани барқ ва текин ёрӣ расондан мехоҳем. ба ҳамон интернет-кафее дар омадагиашон рафтем. компютери истифода бурдаашонро дидем. бале, охирон нишонии ҳамин ҷоро диданд ва фариди чингиз гуфтани шахсро ҷустуҷӯ карданд. фарид чингиз? шумо ӯро мешиносед? не, бори аввал мешунавам. пас чаро текин ӯро мекофта бошад? боз дар хонаи бепарасторон? ин тавр бошад рафта мефаҳмем. ин корро бо бобоям ҳал кунем чӣ? он чизе ки ба ӯ мегӯянд шояд ба мо нагӯянд. охир ӯ яке аз мудирҳои пештараи ин ҷост. дуруст мегӯед. бо ҳам меравем. дар он ҷо истгоҳ ҳаст. моро интизор шавед. майлаш. ба фикрам ӯ ҳам моро меҷӯяд. ӯ медонад ки шумо бародараш ҳастед. шояд ӯ худаш ёфтан мехоҳад, ё ин ки аз боло сар карда мехоҳад аввал падарамонро ёбад. خودش چی گفت؟ شما کیستید برادر؟ اینجا چی کار میکنید؟ من نامم یوسف. من اینجا با کار آغاز میکنم. معلمم میله. با کار آغاز میکنی؟ ذاتاً کسی از من نمیپرسد. گویا من اینجا هیکل باشم. تو مرا میشناسی؟ من البته نمیشناسی. نامم ترتیب، نسبم نظام. در این مکتب پشه با تعلیماتی من پر میزند. دانسته گیرید. اگر یک خطای خردتان را بینم از در بیرون میکنم جناب یوسف. ҳозир чӣ кор мекунем? ба он ҷо меравем.
мардоно санҷем хуб мешавад. бар биё меравем. дар ин соат рафтан бефоида. пул ҳам надорам. ман хона меравам. ҳаво ман вомезем. пул дорам мегӯям. ман танҳо чӣ кор мекунам? танҳо чӣ? туро ман фикр кунам. агар боз як бори дигар бо ту бароҳ бароям, номам текин не. одамро дар ними роҳ мепартонӣ. одами одам набинад, аз куҷо одам шавад? чӣ гуфтӣ? ҳақорат кардӣ? ҳеҷ чиз не. намефаҳмӣ? бас кунӣ. боз сар накун. шуд биё ҷанг накунем. медонӣ чӣ, ба хонаи мо равем мешаваду, лекин ҳамин ки очаам пурсиданро сар кунад, ба худо бас намекунад. ин тавр бошад меҳмонхона меравем. моро чию меҳмонхона чӣ? ягон боғ ёбем хубтар. пули додаи очаам ҳаст. боз корди кредитӣ дорам. зиқ нашав. охир очаам хавотир мешаванд. телефон карда гӯям ки дар хонаи рафиқам меистам. кай очаи? ба худат нигар гӯё ки ту набошӣ. рост мегӯӣ. дидед то ҳол занг назадааст. гуфтам ки ба мактаб расиди занг зан. мумкин ҳоло нарафта бошад. бояд барвақт мерафт. хоҳед ба мактаб занг зада мепурсам. каме дигар интизор шавем. нашавад ҳамин таро мекунем. چی شد پسرم؟ هیچ چیز. داری و به ما نمیگویی؟ پسرم ما اویلای تو هستیم. اگر یگون مشکلی باشد به ما نگویی به کی میگویی؟ پگاه ما به خانه پیران میرویم. کدام خانه پیران؟ خودتون از من بهتر میدونید. کی به شما گفت که روید؟ استاد عمر وظیفه داده گفتند که با آنها رفته هم صحبت شویم. حکایه های حیات آنها را می‌آموزیم. یک کش بس نبود باز استاد عمر پیدا شد. آخر استاد به صنف میدر آمد، دستش را فرمانده برآمده میرفت. ولی من حیرانم این طور معلمان نابرآمد از کجا پیدا شدند؟ از کجا این خیل فکر به سرشان می آید؟ دادا برای نمیگویم میدونید. با فکرتان او مرا میشناسد. شناسد میدونسته باشد که برای من او را به اینجا آورده اید. اگر گوید که مرا برای تو به اینجا آوردند من چی میگویم؟ сол ва ҷои таваллудатон. ихтисосатон чист? оилаатон шуморо ба инҷо партофт ё худатон омадед? уф мард, монда шудам. шуд охир ҳамаги як вазифаи хонагӣ будааст. ин тавр нагӯй мурод, ин корҳо муҳиманд. ту суратгиракатро омода сохтӣ, ту акс мегирӣ, фаромӯш накун. як то ёфтам. аммо намедонам кор мекунад, кор намекунад. шумо чӣ хел одам ҳастед? ягон корро бо ҷиддият намекунед. бин ин як, ин ду. ман аллакай омода, бародар. шуд мард, шуд. воҳи маро бас кун. о дер шуд ҷура, ман меравам. майлаш. хуб, майлаш то пагоҳ. боз дер накунед, вазифаи зур ҳастин. хуб? о худо, гӯё агар дер кунем ту маро кашола карда намебарӣ. майлаш, шаби хуш. шаби хуш. پگاه چیکار میکنیم؟ به خونه پیران میرویم؟ سپارش است، البته میرویم. یگون چیز تیار نکردیم، نه سوال نه هیچ چیز. بچه ها تیار کردگیستند، نشد از آنها یاری میپرسیم. یک چیز پرسم، با مراد خوب نیست چی؟ نه، از کجا برآوردی؟
пешвақто аз якдигар ҷудо набудед яъне рафиқони нағз будед гуфтаниям. акнун шуморо якҷоя намебинам. надонам, ба назарат менамояд кӯдакон гуруснанд. ягон чиз тайёр кунам? хайр, ман меравам. то пагоҳ. хуб, майлаш. майлаш. ташаккур барои ёриятон. агар лозим шавад боз шуморо нороҳат мекунем. шаб бахайр. чӣ гуфтанд? мешиносанд? бале, фарид чингиз ном шахс он ҷо ҳамчун коргар фаъолият мекардааст. ин тавр бошад тахминамон аниқ аст. аз тахмин ҳам бештар. дар вақти кор карданаш анас ҳам он ҷо будааст. шояд ҳамон кас ӯро ба оила додааст. аз эҳтимол дур нест ки ба фикрам анас ҳамон шахсро мекобад. сари ӯро ин қадар гаранг кардем ки ҳамашро мехоҳад аз оғоз бифаҳмад. аммо мо ӯро напартофтаем ку мо инро намехостем. анас инро намедонад пинор. чӣ қадар сол бо ҳамин ақида зистааст. фикр мекунам ки то ёфтани ҷаноби фарид ва фаҳмидани ҳақиқат асло наздамон намеояд. набошад биёед мо ӯро ёбем. оё ҷаноби фаридро ёфта метавониста бошем? амаки ҷамол, шумо чӣ фикр доред? пагоҳ саҳар аз дастам омадаро мекунам. аз якчанд ҷой мепурсам. ака, шояд аз ҷаноби фарид оиди падарам ягон чиз мефаҳмем. монда набошӣ. чӣ кор мекунӣ? гуноҳ аст охир, гуноҳ. рост мегӯӣ занак. гӯкан ҳам калон шуд, ба воя расид. зиндагии мо ҳам хуб шуд. медонӣ ки беҳтараш як кор мекунем, рафта узр пурсем, мебахшида бошад. надонам, дилашро озор додем охир. аз мо писархоне писари худи хост, гуфта гапи нагуфта амон намонд. мефаҳмед? валлоҳ рост мегӯӣ занак. аммо ягон чораашро меёбем. майлаш, барори кор. Thank you very much, sir. See you later. чӣ гуфтанд? ба мактаб нарафтааст. агар ояд ҳамоно ба мо хабар медоданд. худоё, ин кӯдак чӣ кор мекунад? чаро ба мактаб нарафта бошада? барои хоб рафтан широ интизор бошӣ, интизор нашав. як сол падарам мошин дошт. медонӣ он қадар зур буд ки як рӯз мошинро дуздидам. баробар омадам, падарам саҳар бояд ба кор мерафтанд. баъд текин як падар дорам, Барқ. дар ҷои зиндагӣ дорад, аммо то ҳол номашро намедонам. ӯро меёбем, ту зик нашав. ту маро намефаҳмӣ, Барқ. то ба сари кас наояд намефаҳмад. аҳмақ нестам ку кӯшиш мекунам ки фаҳмам. чӣ коре ки кунӣ, бо ту ҳастам, фаромӯш накун. ту чӣ хел одам ҳастӣ? то дирӯз ҷои куштанамро намеёфтӣ, ҳоло бошад намефаҳмам. ҳозир ҳам ҳамин хел.
چرا با تو یارو میدهم میدونی تو رو حیات نکشد و من کشم. علت میگم اللیا جونی داداش اللیا علت میگم اللیا جونی داداش اللیا تاجی سرت از سر شود هر مشکلت بهتر شود تاجی سرت از سر شود هر مشکلت بهتر شود. اینش باز چیه؟ الله مادر؟ یاری تو شد دختر شود علت میگم اللیا یاری تو شد دختر شود علت میگم اللیا علت میگم اللیا جونی داداش اللیا علت میگم اللیا جونی داداش اللیا. این چی شب است ها؟ ای جانی من شه بچه‌ام ارمانی من شه بچه‌ام ای جانی من شه بچه‌ام ارمانی من شه بچه‌ام علت میگم اللیا جونی باباش اللیا علت میگم اللیا جونی باباش اللیا پاقیت گل کاری کنم جامیت زرگاری کنم پاقیت گل کاری کنم جامیت زرگاری کنم خاری کنم زاری کنم تا بر تو غم خاری کنم خاری کنم زاری کنم تا بر تو غم خاری کنم. مکتب رو در خواب دیدید مگر؟ کمتر بر وقت آمدم. چخیل کمتر؟ حالا طلبه ها از خواب نخیستن با این چخیل کمتر؟ من دیگر جای رفتن ندارم. گفتم به اینجا بیایم. رفتیم یک جای چای می نوشیم در نمون گرم می شود. حاضر اینجا پر از پدر و مادر می شود. بیا 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 حاضر چقدر سپریم؟ 2 کاس 200 لیرا. چی؟ واه روی راست آدم رو غارت میکنید؟ خاموش من میدیم. کارت کردیتی میشود؟ میشود. رمز رو چینید؟ مرحمت. تشکر. خوش آمدید. نخود که 200 لیره. هفته می بس کن.
یاسین او همینجاست، تکین همینجاست. میدانم چون که کارت به نام من است. همه مصرف به طور SMS به من ارسال می شود. حاضر او در سیرکیچ در یک مهمان خانه. صبح بخیر. صبح بخیر. تو اینجا چیکار میکنی؟ تو رو انتظار بودم. چرا حیران شدی؟ ندونم. خیلی شد نمینمودی؟ میدونی همین انتخابی سردار برق تکین و همین کارها سرگردان بوده. شما در تقسیم شده از قفای برق و تکین قطار شدید. اکنون آنها یک جا گم شدند. در اصل راست میگویی. چرا به تو نگفت که به کجا میرود؟ آخر شما رفیقی نزدیک بودید؟ نرگس بحث کن. شو مرا ببخش. چی؟ چرا میخندی؟ هم تو میخندم. بگو چرا میخندی؟ بگو که قهر میکنم مراد. من با تو به مکتب رفتن رو یاد کردم، برای همین خندیدم. راهگر دیر میمونیم. چی خیلی نمیدونید؟ شما دفتر قید از کجا آمدن و با کجا رفتن رو ندارید؟ آرام شوید خانم لطفاً. تمامی ساختار با واسطه کامپیوتر شده است. ما همه با امنیت تکیه میکنیم. اقلا نشنیدید که چی گفتن؟ با کجا میرفتن؟ آمدن پول رو سپاریده رفتن. خانم خندان دیشب همینجا بودن با پسر نومش برق. برق پسر یک مشتری من است، با تکین در یک سنف میخواد. همینطور؟ نمیدونم چی کار میکنند اینها. مرا گوش کن. در این کار انیق، علی و پینار آمیختند. این همش نقشه آنهاست. کاری مصلحت کرده ما را آغاز کن. باوری دارید؟ بله. نمیخواهم پسرم را از دست دهم. شما چی؟ من نزد معلم علی میروم. آنها با تکین گپ زدند. خواهند نخواهند مرا به نزد او میبرند. یعنی شما هیچ کس ندارید همینطور؟ فرزند دارم، اما سال هاست که آنها رو ندیدم. نه گفتید نه زنگ زدیدن؟ حالا کمتر حساب کتاب دارم. خدا خواهد حل کنم وقت به آنها هم میرسد. سلام جناب جمیل. او معلمه جان خوش آمدید. مرحمت یک چای گرم دیم. سلام معلمه. سلام. خوب شد که آمدید. ما مدت یک ماه شما رو زیر نظارت به کار میگیریم. معاشتون رو هم میدهیم. اگر از عهده کار برایید حجت های در کاری رو آورده رسما شما رو به کار قبول میکنیم. شما راضیید؟ تشکر. این طور باشد من کمی کار دارم، بعد بیایم میشود؟ البته میشود. تا بستید. تا بستید ملکم. خب مایلش من هم رفت کارم رو حل کنم. براری کار. با فکرم پدرم رو یافته نمیتوانیم. ایست زود ناامید نشو. بیا کنه از آدمانی آن بینو پرسیم. خیر است بچه ها. سلام خاله جان. سلام پسرم. این بینای همسایتون خیلی شد که همین خیلی است. بعد رفتنی فرید همین خیل شد.
3-4 سال باز همین خیر. شما جناب فرید را میشناسید؟ اوچ خیلی نمیشناسم، بهترین انسان بود. از کجا باشن خلا؟ یا اینکه نه خوب است ماشاءالله. در خانه پیران سالان هیچ کس نداشت، معاشش نرسید چیکار کند. تشکر خلا جان، سلامت باشید. شما هم سلامت باشید. اما که جمال یگون چیزی افته باشم. اگر میافتند زنگ میزدند. انسانی خود رو نامش رو گیری زنگ میزد است. نبای اما که جمال. تشکر زیاد استاد. خدمت‌هایتان رو برگردانیده نمیتوانیم. ما با پینار حاضر میآییم. اما که جمال جناب فرید رو یافته است. در خانه پیران سالان است. رفتیم اکا. اکنون نباید او را از دست دهیم. انشاءالله بخیر می شود. عجب کی باشد؟ مرحمت. اکه جمال، این منم یوسف. یوسفم. سراغتان را نیافتم. نمردم اکه جمال، ناامید نشدم، زنده ماندم. میدانستم که روز میایی. پسرم را یافتم اکه جمال، یک معلم عالی جناب شده است. پسرم را یافتم. با مکتب رفتی؟ بله، او را میدانید اکه جمال. بیا با درون درو. اکه جمال، اگر دانید بگویید. حالا فرزندانت یک جااند. یک ماه شد نمی آیند ها؟ سه برادر. تیار شدیم. نجم جان بالان وزیر است. از زندگی تو روزی است. آمده استفاده خوردن، نوشیدن، پوشیدن رو میپرسیده باشی. یگان شکایت ندارم. از این جهت ممنونیم. باز اگر مثل شما همین خیل بچه ها آمده کم کم حالو احوال پرسی کنند بس. خب شما اینجا با خواهش خود آمدید؟ پسرم کی میخواهد که از فرزندان و نبیرادانش جدا زندگی کند؟ انسان نه تنها ایش کمی سیر خورسند است. اگر دل سیاه باشد نه شیرینی حیات میماند نه دیگر چیز. حیات با فرزندان و نبیرگان و اویل زیباست. گیر خود گرفتی چی شخص گرفتودی؟ مرا ببخشید امک. الحمدلله. شما رو ذکر کردن نمیخواستم. انسان ایام جوانی بعضن فراموش میکند که پیر میشود. برای امروزها به خوبی تیاری نمیبیند. اگر تیار باشی پیری هم خوب است. اگر تیار نباشی پیری تنها پر از غم و اندوه، عذاب و مشقت میگذرد. این را هیچ وقت فراموش نکنید. در جوانی دار پیران را عزیز تا عزیز دیگران باشی تو نیز. فرزندان شما بجند خلا؟ صورت گیر پسرم. دخترم گرفت. را با اماکی فرید مرا با باغچه بر دخترم. بینید مهمون ها اومدن، شما با اونها صحبت کردن نمیخواهید؟ قدر جوانی را دانید پسرم.
مرا به باغچه بر. من هر دفعه که میمان میآید خودم را باز تنها حس میکنم. همه وقت میخیر به زیارت ما بیایید، ما را فراموش نکنید. بابا این من گوکان. گوکان نمیرم. مرا ببخشید بابا، من گناهکارم. برای من شما را به اینجا آوردند. او گناه ندارد دادا، شما ما را ببخشید. دادا بین کلینت را آوردم. خدایا کلین جانم. بشین بشینید. با قدر شما نرسیدیم، شما رو اینجا پرتافتیم، گناهی کبیره کردیم. میدانم سالها گویا نبودید برای ما، حتی به دیدار بینیتان نمی آمدیم. آوازتان را میشنیدم، برای من عید بود. اگر خودتان را میدیدم برایم بس بود. دیگر تمام دادم. همه وقت یک جای زندگی میکنیم، با نبیرد برای گرفتن شما آمدیم. ما را ببخش. فرزندانم، سبب ناآمدن گوکان همین بوده است. خب بچه ها کارا چطور؟ بهترین استاد. اونقدر کارهای نقص شد که نقل کنیم باور نمیکنید. یعنی سپورش میوه اولینش رو داد؟ بله، از 1001 تاش. امک ماشین را کمی زودتر رانید، کمی زودتر. من دیگر توقف کردن نمیتونم. شادی از حد زیاد رو تا باورده نمیتوانی. باید همینجا باشد. بله همینجا. ба хонаи пирони Дорулоҷизин омадаанд. шумо ҳам ба ин ҷо оед. шуморо интизор мешавам. تشکر دخترم. با اون طرف. تیکی برق. بچه ها تیکین و برق اینجایند. رفتیم. چی؟ رفتیم. ما فرید چنگیز رو میجوییم. حاضر به باغچه برآوردم. ها انا همونجا. تشکر. هیچ گپ نه. رفتیم. همه کار برای همین لحظه بود. همه سرگردانی برای همین لحظه بود. رفتیم.
دادا این من انس. انس. بله دادا. انس. استاد کوردور نشوید. دادا چرا ما رو پرت افتید؟ چرا ما رو به دیگر اویلا دادید؟ من تنها یک کارگر بودم. من پدرم نیستم. دروغ میگویید. رویتون در خاطرم هست. آوازتون، نامتون. آخر تو خود بودی برای همین مرا دادا میگفتی. بیزارم، دخترم انسم. باوری داری یوسف؟ من کیستم؟ این طور باشد کیستم؟ تکین پسرم. انس. تکین. نزدیک نشوید. حقیقت را به من فهمونید. من کیستم؟ پدرم کیست؟ چرا من رو پرتو؟ همه حقیقت رو خودی حاضر فهمیدن میخواهم. اکا التماس با اون فهمونید. او دخترم است. اگه جمال گلشاهم. همش در حجت ثبت شده است. تکین پدرت تو را نپرتافته است. او هیچ گناهی نداشت. او را با تهمت حبس کردند. مادرت به این تاب نآورده بعد چند وقت وفات کرده است. تو را آنها نپرتافتند تکین و آنها از تو روی نگرداندند. متاسفانه 3 خواهر و برادر تک و تنها ماندید. میفهمی؟ راست میگوید. 3 نفر بودید. جدا جدا زندگی میکردید. تو در خوابگاهی من بودی. برای همین مثل پدرت مرا به یاد داری پسرم. فهمیدی؟ تکین پسرم، من تو رو کلان کردم مثل فرزندی خدا. شبا بیدار خوابی کشیدم. وقتی تو میگیریستی من نیز برابری تو میگیریستم. خانم خندان راست میگویند. آن کس تو را به واقعه رساندند. اما تو تکین عائله دیگر هم داری. آنها هیچ وقت تو را نپرتافته بودند. برادر اپت فقط تو را میجستند. آنها کجایند؟ چرا اینجا نیستند؟ همین جایم تکین. روبرویت. پینار اپت و من برادرت هستم. چی؟ این خوب است. چی هستین؟ راست انس. این حقیقتی بود که من گفتم. دادر اکا. پسرم. اکا؟ اپا؟ بس یاسین. پلیس لطفا کارتان را اجرا کنید. آخر شما امری سود را دارید. کارتان را اجرا کنید. استاد علی، جناب ادوکات راست میگویند. سودیا فرمان داده است شما را دستگیر کردن اما لازم. چرا؟ برای چی؟ دزدی با غارت کردن دفتر جناب یاسین گناهکار دانسته شده اید. چی؟ رفتیم استاد.